سلام علیکم. با عنایت الله یکتا باز هم به دیدار هم رسیدیم. با عرض شکر و کمال میل شوکت محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. پیش از شروع برنامه سراول میخواهم دقت شما را به سرخط خبرها جلب کنم. در بازداشتگاه دلیر شریپوف به بیماری دل گرفتار شده است. مناقشه جوانان در شهر وحدت با مرگ جوان 19 ساله انجامید. تفتیش قضیه حمله به دیدبانگاه اشقابات به انجام رسیده، پرونده به دادگاه عالی ارسال شده است. رئیس دادگاه گفت پرونده پشت درهای بسته مخفی بررسی خواهد شد. مقامات روسیه نقشه دارند خارجیانی را که با کرونا ویروس آلوده شده اند از قلمرو این کشور بیرون کنند. دلیر شریپوف، روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک، از بیماری دل رنج می‌برده است و در طول یک هفته که در بازداشتگاه موقتی به سر می‌برد این بیماری خروج کرده است. یک منبع رادیوی پیام اطلاع داد که در بازداشتگاه موقتی دلیر از درد قلب شکایت کرده و وضعش چندان خوب نیست. او گفته است قبلا مشکلی در قلبش داشت و حالا احساس درد بیشتر می کند. این زمان کارمندان مقامات انتظامی کوشش می کنند از پهن شدن این خبر پیشگیری نمایند تا باعث واکنش تند جامعه نگردد. بنابراین از خروج بیماری دلیر نزدیکانش هم آگاهی ندارند و حالا در بازداشتگاه او کاملا بدون دارو به سر می برد. طبق معلوماتی که بر رادیوی پیام دسترس شد، دلیر شریپوف واقعا از درد در دلش شکایت میکرد و یک تشخیص هم مشکل در قلبش را نشان داده بود. خروج بیماری و بد شدن وضع بیماران در بازداشتگاه ها که بارها سبب مرگ آنها هم شده است در تاجیکستان زیاد واقع می شود. با خروج اکثر بیماری ها شرایط غیر انسانی بازداشتگاه ها و مناسبت بسیار بد کارمندان این نهاد و همچنین مفتشان مساعدت می کند. اگر خدا نکرده دلیر شریپوف با یکی از این حالتها روبرو شود، پس مسئولیت آن پر را به دوش رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان خواهد بود. قضیه دلیر شریپوف را سازمان‌های بین الملل زیر نظارت گرفتند و تصمیم دارند تمام نوشته‌های او از جمله کتابش را تشخیص خالصانه کنند. مطمئناً اگر وضع سلامتی دلیر بدتر شود، سازمان‌های بین الملل قضیه را به دادگاه بین الملل خواهند کشید. در این صورت خود سیمومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، و یوسف رحمان، رهبر دادستانی کل، حبس خانگی خواهند شد، چون سفرهایشان به خارج بنابر امکان بازداشتشان غیر امکان می شود. بازداشتی روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و همه آن نخبگان ملت را که امروزها توسط مقامات قدرتی تاجیکستان دست جمعانه روانه زندان شده ایستادند محکوم میکنیم. از مقامات کشور ما قاطعانه طلب میکنیم که از این بازداشت‌های خودسرانه دست بکشند. و ما امروز خبر رسید که وضعیت روزنامه‌نگار دلیر شریپوف خیلی هم بد است، در حالتی وزنین قرار دارد. قضیه روزنامه‌نگار دلیر شریپوف امروزها تحت نظارت سازمان‌های بین المللی حقوقی بشر قرار دارد. مقامات قدرتی تاجیکستان باید بدانند که با این اعمال‌های بد و زشت خود روز تا روز دارند پرونده‌های خود را سیاه می‌کنند. سازمان‌های بین المللی امروزها تصمیم گرفتند که اسم رهبران مقامات قدرتی تاجیکستان به خصوص کمیته رهبری کمیته امنیت ملی، وزارت امور داخله و پروکراتور جنرالی را به لیست سیاه مگنیتسکی وارد کنند. امروزها مردم ما خیلی هم در یک حالت بد قرار دارند که هر روز با طبق خبرهای رسیده از 20 تا 30 نفر در کشور در ولایت ها در ناحیه ها روانه زندان می شوند. چند دقیقه قبل وقتی که قضیه او پیش آمد در رسانه ها اعلان شد که مقامات تاجیکستان امروزها نیت دارند که
چند هزار نفر را از زندان آزاد کند و در اون وقت هم ما در مصاحبه های خود ذکر کرده بودیم که هیچ وقت و هیچ اعمالی که مقامات های تاجیکستان میکنند اعمال نیکی که میخواه بکنند در آینده دنبال اون حتما یک بدبختی سر ملت باز میارم و این هم معلوم شد که آنها چندین نفر از دزدان و رشوه‌خواران را آزاد کردند و باز هم مردم بیگناه را به یک گناهایی که آنها حتی نام و اسم همون گناه را نمیدونند روانه زندان کرده ایستادند. رادیوی پیام از مقامات تاجیکستان دعوت میکند هرچه زودتر روزنامه‌نگار فعال جامعه شهروندی و مبارزه حقوق بشر دلیر شریپوف را آزاد کنند تا قضیه به دادگاه بین الملل کشیده شده داغ دیگری سیاه روی نام تاجیکستان نشیند. اکنون مختصر چند خبر و رویدادها را از رسانه‌های دیگر همکارم عایشه محمدی به شما گزارش می‌دهد. وزارت امور داخلی تاجیکستان از مناقشه جوانان در شهر وحدت خبر داد که با مرگ جوانی 19 ساله انجامید. مامورین میلیسا در پی یک عملیات 3 جوان 24, 19 و 18 ساله را بازداشت کردند که در مرگ مرد 19 ساله متهم میشوند. در اطلاعیه آمده است نامبردگان سنه 1 فوریه سال 2020 تخمینا ساعت 9:30 در دهه مهربخش جماعت دهاتی اسماعیلوف شهر وحدت با جوان 19 ساله ساکن کوچه حسنی همین شهر واخورده از سبب مناقشه با کرد یک بار به قفس سینه‌اش زدند. منبع افزود در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در اطلاع وزارت امور داخلی مردان بازداشت شده ساکنان دهه مهربخش شهر وحدت می باشد که با گمان قصداً رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی دستگیر شدند. منبع تفصیلات بیشتری قضیه را ارائه نکرده تاکید نموده است که فعلا از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تفتیش قضیه حمله به دیدبانگاه اشقاباد به انجام رسیده پرونده به دادگاه عالی ارسال شده است. حمله به این دیدبانگاه روز 6 نوامبر سال گذشته صورت گرفت و بیش از 15 نفر از حمله‌وران و سربازان در آن کشته شدند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 3 فوریه به خبرنگاران گفت تحقیق قضیه حمله به دیدبانگاه اشقاباد به انجام رسیده دادستانی کل پرونده را به دادگاه عالی ارسال کرده است. رئیس دادگاه عالی گفت پرونده نسبت 9 نفر بوده بررسی آن پس درهای بسته صورت میگیرد. شاهیان گفت از این بیشتر شرح دادن نمیتواند چون قضیه را باید اول آموزند. در حمله 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقاباد در حدود ناحیه رودکی 15 حمله‌ور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسا کشته 5 حمله‌ور دستگیر شدند. مقامات گفتند حمله کاری جنگجویان گروه تندروی دولتی اسلامی است و به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زالی افغانستان آمدند. گروه تندروی دولتی اسلامی نیز مسئولیت حمله را به دوش گرفت ولی همچنان فرضیه و گمانزنی های دیگر در جامعه و رسانه ها وجود دارد. مقامات افغانستان و چندین منبع باوربخش در مقامات تاجیکستان عبور هراس‌افکنان را از مرز رد کردند. روسیه میگوید نقشه دارد خارجیانی را که به ویروس نو آلوده شدند از کشور بیرون کند. چینی که در حالت انتزاعی بیشتر قرار میگیرد ایالات متحده آمریکا را به آن ابدار میکند که به جای رسانیدن کمک معین از پنجشنبه بیماری ترس و هراس را برانگیخته است. سروزیر روسیه میخائیل میشوستین روز 3 فوریه در جلسه تلویزیونی حکومت گفت همایش سالانه سرمایه‌گذاری که قرار بود آخر ماه در سوچی می‌گذشت با سبب پنجشنبه ویروس به تأخیر افتاد. در روسیه 2 حالت تصدیق شده ویروس به قید گرفته شده است که هر دوی آلوده شده ها شهروندان چین می باشند. بنا به گزارش کمیسیون ملی تندرستی چین شماره فوتیدگان از ویروس نو که بار اول در ماه دکامبر آشکار شده بود تا 2 فوریه سال جاری به 361 نفر می رسد. در یک روز شمار قربانیان ویروس با سرعت زیاد شده 57 نفر را تشکیل داده است. میشوستین گفت اکنون این ویروس نو بر روی خط بیماری‌های مخصوصاً خطرناک اضافه کرده شده است. این به ما امکان می‌دهد که شهروندان خارجی را که گرفتار این بیماری شدنشان تصدیق می‌شود از کشور بیرون کنیم.
تایکواندوچیان جوان کشور در 8 مسابقه کشاد فجایره سزاوار 3 مدال، 1 طلا، 2 برنجی گردیدند. طور مرکزی مطبوعاتی کمیته ملی المپیک جمهوری خبر می‌دهد مسابقه از 31 ینور تا 2 فوریه در شهر فجایره امارات متحده عرب برگزار شده. در آن 1806 ورزشگر از 38 دولت در 4 سن و سال، کودکان، نورسان، جوانان و کلانسالان رقابت نمودند. مدال طلا را مونیسا اویماتова در وزن 49 کیلو سزاوار شد. او در دور اول بر نماینده پاکستان ایشا صفدر، در دور دوم بر ورزشگر مصر ملک محمد سیری، در نیم فینال بر نماینده قزاقستان الناس نازیمова و در فینال بر ورزشگر دیگری پاکستان فاطمه زهرا خاور دست بالا شد. قید می شود که مونیسا اویماتова سال گذشته در همین مسابقه مدال نقره به دست آورده بود. اینجا پایان برنامه ماست. تماشابینان ارجمند، به شبکه ما آبونه شده از مهمترین مسئله های داغ روز و خبر و رویدادها با خبر شوید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت قابل دریافت است. خیر تا روز دیگر.